امروز قرار من و عمای پارسا به شخصی ترین سوالاتمون پاسخ بدیم. سوالاتی که میشه گفت هم اینکه چه سوتیایی دادیم، اگر در اون حالت باشیم چه کاری انجام میدیم و یکم سوالات شیطانی آمیزتر که خودتون بهتر از من میدونین و قرار جواب بدیم. ولی هر کی دروغ بگه یا به سوال جواب نده تو هر راند یک دونه از این فلفل رو ما میریزیم، یکم از این فلفل میریزیم قاشقش و در آخر ویدیو باید کل اونو بخوره. بریم سراغ ادامه ویدیو. بزن بریم. خب ما امروز 20 تا سوال داریم. سوالا این تو نوشته شده و قراره به اینا پاسخ بدیم. بریم سراغ سوال اول. سلام بکن بچه‌ها. سلام استاد. خوشبخت. تازه که یک ویدیو دایره هم بود. بله. این ویدیو که داریم با این تن به صورت خودم و این ثبت می‌کنم، کس دیگه نیست. میریم سراغ سوال اول. بزرگترین سوتی که جلو کسی دادی چی بوده؟ بزرگترین سوتی که جلو کسی دادم یکم بلندتر صحبت کن. نمیاد. یک سوتی یادت بیاد بگو دیگه، مهم نیست. مثلا هیچ سوتی نداری تو عمرت؟ چرا یادم نمیاد. خب آخرین سوتی که دادی چی مثلا بوده؟ یه بار به آقا می‌خواستم صدا بزنم خانوم. وای چه سوتی چیزی واج. چی یادم نمیاد. ولی خودت جواب نمیدی؟ خودم جواب باید بدم دیگه. چرا؟ من آخرین بزرگترین سوتی که دادم برمیگرده به چند وقت پیش بود. بابا نکن دارم زر میزنم. میشه حدوداً چند وقت پیش، نه یکی 2-3 ماه پیش بود که جلو مامان بابام بودم. بله. خلاصه از یک شخصی حرف زدم من ازش خوشم نمی آمد. خواستم بهش فوش بدم و بعدم بهش اومدم که بگم خدا نه اومدم بهش بگم، داشت از صحبت میکرد او اینا، بعد اومدم بگم مادر شو اومدم بگم مادر شو. بعد نگاه کرد گفتم مادر خوبی داره. واقعا مادر خوبی داری. بریم سراغ سوالای بعدی. خیلی چیز بود. سوال دوم. اگه مجبور باشی یک هفته فقط از یک اپ گوشی تو داشته باشی چی بوده؟ تلگرام. حالا فرض کن مثلا اگه نت ملی شد چیکار میکنی؟ روبیکا. تو روبیکا کارهای خوبی میکنن. سلامش. من اگه یک اپ بود یوتیوب. البته باز فیلتر چکن هم خودش یه اپ دیگه است، وی پی ان هم یه اپ دیگه است، میشه دو تا اپ دیگه تو یوتیوب هم میتونیم. ولی اگه مثلا نت ملی باشه یک بازی مثلا، نه بازی هم نه، تو کانتر بازی میکنی مثلا. بله چیز دیگه به غیر از بله گزینه دیگه داری؟ میریم سوال سوم. سوال سوم. میریم سراغ سوال سوم. عجیب ترین غذایی که دوست داری چی بوده؟ عجیب ترین غذایی که دوست دارم یک زمانی آبگوشت دوست داشتم. آبگوشت عجیبه؟ چی عجیبه پس؟ مثلا یه غذای عجیب نامه بر. غذای عجیب مثلا چنگال. من این زمان نون برنج میخوردم. برنج میریزی تو نون میندازی بالا. برنج و نون. منم عجیب ترین غذایی که میخورم چنگال بود که از همین یاد گرفتم. حالا خوشمزه است کی گفت؟ خب نه عجیب نگفته بدمزه. حالا میپرسین چنگال چیه؟ چنگال میاد تخم مرغ با نون. نون رو ریز میکنی میندازی. به جایی که مثلا بگی لقمه کنی اینا رو میریزی اینجا
آفرین. به جایی که لقمه رو به جایی که نون و لقمه بگیرید ریز نون رو مثل می‌ریزی تو آبگوش تخم‌مرغ. ریزش میکنید. تخم‌مرغ. میریم سراغ سال چهارم. اگه یکی از دوستات گوشی تو برای 5 دقیقه بگیره بیشتر از چی میترسی چک کنه؟ کدوم دوستم؟ مثلا فرض کن من تو. خیلی چیزاست. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای جواب داده ولی از این فلفل باید برسی. بریز. بریزا بذار. دهنت نه سرویس بذار. کن. بریز آقا بریز. خیلی یا علی. آخر باید بخوری ها. چشم. همه اینقدرش تو ویدیو چیز کدوم؟ اوخ بوش رفت تو چیزم بود تو دماغم. خوشمزه است. اصلا خوردی میگی خوشمزه است؟ بله. نخوردی. تو ویدیوی چالش با چشم بستر دیدی تو نه. با مهدی؟ نه. برو ببینش. چشم. مجازاتش همین بود ولی اونو من باختم تو سنگ مساوی کردیم تو سنگ آقیشی ازش باختم. آخر ویدیو شاید مثلا اندازه کل این من خوردم. بدبخت. ریدم ریدم که اصلا اصطلاح جالب نیست. خراب یعنی مطبوعاتم. سوختم. اشتباه بریم کردم. سال بعدی. پنجمیم نه؟ انجامیم. آره. عالی. خب اگه قرار یکی از بچهای جمع و یک روز جای خودت بذاری کی بود؟ نگاه ما قرار بودیم ویدیو رو 3 نفره بگیریم. مهدی هم قرار بود من مهدی باشه. داد حسین انتخاب میکنم. وایسا داداشم. کجا بود؟ اگه یکی از بچه یا یک روز جای خودت بود مهدی داد حسین. بچی من نباشم. خب من مهدی داد حسین انتخاب میکنم. مهدی زاد حسین به من زنگ میزنه میگه بیا بریم شایم بنده خدا. نه اون زنگ نمیزنه. بنده خدا. به من زنگ میزنه بنده خدا نمیشناسی؟ درستش می‌کنم. اسو نمیشناسی؟ نه. اسو نمیشناسی؟ نه. آرو چی؟ کیو چی؟ کی؟ کی؟ نه. دارم ها برو بعدی. جلوتر نه میگیم ولش که. کن. خب من باید جواب بدم. قرار بود میگفتم قرار بود ما این ویدیو با مهدی هم قرار بود تو این ویدیو باشه که یه کاری باش پیش اومد اون نیومد. کلاس تو داشت. جواب ندادی. سال 4 جواب ندادی. راست میگی سال 4 جواب ندادم. واسه اولینو بگم میریم بعدش میگیم سراغ شد. مهدی قرار بود باشه تو این ویدیو که نیست. به جاش قرار بود یعنی 3 نفره باشیم. اونا 2 نفره ایم و تو حالا من قرار بود از این دو تا بپرسم ولی الان دارم خودم جواب میدم. و سوال 4 من جواب ندادم. گفته بود اگه یکی از دوستای گوشی تو برای 5 دقیقه بگیره بیشتر از چی میترسی چک کنه؟ من بیشتر از این میترسیدم. تاریخچه گوگل. نه تاریخچه گوگل بیا اصلا الان گوشی رو داره فیلم ضبط میکنه. باش. ماشین حساب. اینا رو تو از کجا میدیدی؟ دوست داشتم نه دوست که نداشت نه ولش بریز. بیا تو بریز. باز نگن تقلب کردی. نمیخواد بابا میره الان مساوی هم. آفرین. هر وقتی در این باز میشه من دارم زجه میکنم. خوشمزه است. حالا سوال 5 تو جواب دادی من جواب ندادم. بله فهمیدم. بریم سوال 5 من جواب بدم. میریم سراغ سوال 5 که من این جواب داد من جواب ندادم. این گفت مهدی داد حسین. عکسش اینجا میاد. اینجا میاد اینجا. خب سوال 5 من جواب سوال 4 جواب دادم 5 من جواب ندادم. اگه قرار یکی از بچهای جمع رو یک روز کامل جای خودت بذاری کی بود؟ من اگه خواسته باشم یک روز کامل جای خودم بذارم بازم مهدیه. خیلی قابل اعتماده. آدم خوبی این مهدی. ما دو تا به هم اعتماد داریم ولی من اعتماد دارم به اون بیشتر دارم. منم اون بیشتر دارم. تموم شده رفت. سوال 6 چه سوالیه این سوال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برو. خجالت آورین کاری که وقتی تنها بودی انجام دادی چی بوده؟ نمیدونم. هیچ کار خجالت آوری تو انجام ندادی؟ نه. بس تو هنوز به سنش بچه نرسیدی. گولیم.
بریز بده من بریزم. بریز. من باید بریزم. خب اوه. ای. اینجا هم فلفلی شد. وایسا ولکو بزن. آی دماغم کی میخواد آخر رو بخوره؟ دیگه آی دماغم آی اینجوری بگیر کنی تو وقتی اونو بخوری فکر کردی چی میشه؟ یا خب من خجالت آورین کاری که تنها بودم یک شیشه خانواده باید آب بیار بذاری میدونم. خجالت آورین کاری که من نه تو یخچال سرترم هست. آخه خجالت ترین کاری که وقتی تنها بودم انجام دادم. عافیت باشه. نمیری آی منم داره میاد. بگو خب من بگو دیگه منم ترجیح میدم بریزم. اصلا من چی سوالو گذاشتی بریز. چرا؟ نه تو جوابی برای سوال نداری. خب من ندارم. ولی من جواب برای سوال دارم. چرا سوالو گذاشتی اصلا؟ میری سوال بعدی. سوال هفتم. آخرین دروغی گفتی چی بوده؟ آخرین دروغی گفتم آخرین دروغی که گفتم به آروین خوشزاد گفتم که پنجشنبه نیستم ولی هستی. بودم خودش منو دید کجا دیده؟ سالن گرفتیم تو سالن دید سالن با کی سالن گرفت؟ نگرفتیم تو سالن آره منو بچه دعوت نکرد. گفت الان دینا رفتن سالن گرفته. اومدم من پنجشنبه اومد. خب من آخرین دروغی که گفتم چی بوده؟ آخرین دروغم برمیگرده به یک آخرین دروغی که گفتم دیشب بود. بازم آرمی داداش اگه این ویدیو رو میبینی آره آن لیستش کن دیلیتش باید بکنم. دیلیت. آرمی اگه داداش من معذرت بخوام دیشب من میگم من با آرمین البته نه دروغ نگفتم. گفتم یک نفر میخوام ولی الان یک نفر است. آفرین. ما قصدمون ولی 3 نفره بود. الان یک نفر دو نیاز نفر داشته. یعنی 2 نفره بود. به 2 نفر نفر نیاز داشته. 2 نفر نیاز داشته. آقا بذار من به طور خلاصه بگم. آقا من دیشب زنگ زدم به مهدی زاده. اینا با اینو مهدی زاده دوست آرمی خوشزاد با هم بودن. آرمی خوشزاد اگه نمیشناسید تو ویدیو بعدمون شاید بیاد. این ویدیو هم بوده. نه هیچ ویدیو. اما پشت صحنه بود. یه ویدیو ترسناک هم اول پشت صحنه بود. تو ویدیو نبود. میاد اینجا. اونجا. نه اینجا. خب البته اگه از کاد نظرم بیاد بیرون بگن یا میاد اینجا یا میاد اینجا. یکم جابجاش نکن. همونجا باشه ولش کن. به جاش دست نزن. چشم. خب من دیشب زنگ زدم به مهدی صادقی که صبح بیاد ویدیو رو بگیریم و گفت من نیستم. گفت چرا؟ دیشب گفت من هستم. امروز صبح پیام داده بود که من متوجه تو تلگرام رفتم پیام داده بود من ندیده بودم. به تو هم میخواستم بگم چون دیدم شما با اونین و آروین هم باهاشونه میترسیدم به اینم بگم. بعد آروین بیاد. بعد آروین بیاد. چرا آروین؟ بعد آروین به تو هم بگم آروین بیاد. پس گفتم اول بذاری آروین بره بعد من به تو زنگ بزنم که 2 نفر تو و مهدی زاده حسین برای مثلا امروز صبح بیان که مهدی زاده حسین نیومد. عنوان نیست آروین خوشزاد نبینه. و هیچی دیگه خلاصه اول گفتم زنگ دادم به مهدی که پاشه برای ویدیو امروز صبح بیاد. بعد دیدم که تو به همراه آروینم کنار اون هستی. بله. بعد می‌خواستم به تو هم بگم که اگه به تو میگفتم آروینم کنار بود آروینم می‌خواست بیاد و ما فقط ظرفیتمون 2 نفر بود و اون نمیتونست بیاد. الان 1 نفر است. بعد آروین دیشب بعد بهم زنگ زد گفت شنیدم می‌خوای ویدیو بگیری منم بیام.
گفتم ما به یک نفر نیاز داشتیم، با اینکه دیشب ما به 2 نفر نیاز داشتیم. مهدی با این بود. سیکتو بزن. با کی؟ با آروینی؟ زنگ دادی بعد آروینم گفتم ما به یک نفر می‌خواستیم بیه، ولی تو هم بودی به جز مهدی زادوسه. الان نمی‌اومد، امروز صبح مشخص شد که مهدی نمیاد، وگرنه دیشب بود. بله قرار ما الان مهدی وسط باشه. آره. نه توی وسط باشی. مهدی اونورت باشه. شاید. خلاصه دیگه چی؟ من اونور بودم مهدی ور. با آروین گفتم اما بده بزن، حس می‌کنم بچه‌ها نمی‌فهمن دارم چی میگم. ولش کن داشت برو سوال بعدی. نه وایسا. نه داشت یک سال توضیح میدی. اشکال نداره. نگاه قرار بود مهدی برای میگه دروغ حساب میشه یا نه؟ برو سوال بعدی. اگه نفهمیدیم میایین تو کامنت ها بهتون جواب میدم. ازم بپرسید. ول کن بابا. تو حالت عادی شدم جواب بدم، چه برسه اصلا تو کامنت نمیخوام ها. بپرسن آقا برو. 8 سال 8 بیشترین چیزی که تو گوشی سرچ میکنی چیه؟ اپلیکیشن سایت بیت مسترینگ. چی هست؟ سایت آهنگ. ایرانیه؟ آره. برو تو اسپاتیفای. اسپاتیفای چیه؟ اسپاتیفای نمیدونی چیه؟ نه. میریزمش. بریزش. بعد فیلتر شکم وارد چی؟ نمیریزمش. به خدا سایت آهنگ اونم بیشتر چیزی که تو گوگل سرچ میکنم ترجمه. بعضی کلمات واقعا سخته و ما باید بریم یاد بگیریم. بیاموزیم. ترجمه رو سرچ میکنیم. مثلا گوگل بله خیلی کلمه انگلیسی ما هنوز تو انگلیسی به اون سطح 100 نرسیدیم. سطح چندیم مثلا از 1 تا 100؟ 1 تا 100 2 تو 2 3 من 80 یک من 80 من نهایت 45 بدم خیرشو ببین. 50 به بالا. نه 50 بالا که نیست. 50 به بالا. اصلا آقا 50 51 برو. نه برو 51 80 من همون 80 برو من 80 برو. خب سوال 9. اگه تاریخچه گوگل رو صفحه نمایش داده بشه خجالت میکشی؟ نه. منم نه. این تاریخچه پارسا، اینم تاریخچه من. یه دقیقه وایس من این تاریخچه پارسا، اینم تاریخچه من. باشه مهدی رو میخواد بیاری. مهدی نیست. اگه بود باید تو کاش فلفل میرسید. چه فازته. سال 10. خب چی؟ چند تا وای سال 10. بابا روشن تو غم نباشه. سال 10 چند تا دوست دختر داری؟ 0. چند تا گرفرند چند تا گرفرند داری؟ جیف. آره جیف. چند تا گرفرند داری؟ فامیل هم حساب میشن؟ آره. بس چقدر شد؟ 30 تا هستن؟ نه یوک کنم مثلا 14-15 تا. من خودم خدایی دارم میگم تعداد دوست دختر پارتنر گرفرند 0. بله. سینگل فامیل وایسا 1 2 3 4 فامیله کوچیکی 4 فامیله. ما دلمون بزرگه دایی. چی؟ سال بعدی. خب سال 11. عجیب ترین سوتی که جلو کراشت دادی چی بوده؟ من کراش ندارم. افتخار. راستشو میگی؟ بله. پاشو. ملیز حسین میدونه. پاشو. سوگند یاد کن که من کراش ندارم. سوگند یاد میکنم که من کراش ندارم. بش. من کراشم کیه؟
ایدا دبنی کراش منم کراشی ندارم بگن که چرا مثلا سیدنی سوینی از نزدیک ببینم پام به یه جا گیر کنه بیفتم در اون صورت البته سوتی سویتی مثلا مثلا یکی مثل مردی زاده حسین پشتمه مثلا سیخ میکنه یهو مثلا هولم بده برم تو سیدنی سوینی البته سوتی حساب سوتی یعنی حرف سویتی یعنی مثلا جلو سیدنی سوینی بگن که مثلا آره آنادی آرماس رو میشناسی بله. یه آنادی آرماس هم خیلی. قبل از تو بوده خیلی اسمشو میگی ولی خب بگو. سرچ کن اگه سرچ کنی تاریخچه گوگل فقط آنادی آرماس سوال 12 20 تا سواله بچه ها سوال 12 اگه فقط یک بازی تا آخر عمرت بازی کنی چیه؟ هاگوارتس لگسی بلند هاگوارتس لگسی بلندتر هاگوارتس لگسی بله من ردپشن 2 ردددم. بریم باید سوال 13 احمقانه ترین خریده که کردی کیمدی کیمدی چه دوران مزخرفی اینا دو تا داداش این داداش بزرگ است مجموعه هر کدومشون 100 تا کیمدی رو هم دارن درسته همه رو دادیم رفت به کی دادین فروختین بله چقدر زیاد 2 میلیون در بود. چقدر خریدشون چی؟ چقدر خریدشون اون موقع بیشتر از سود 2 کردیم نه کمتر ضرر نکردی به کی فروختین بگین تا ما هم بفروشیم تو تورم بود نه تورم نبود یک اپلیکیشن برای خرید فروش از چیه دیوا تو دیوا فروخت کسی خرید هر 200 رو فروختین همه فروخت مثلا 5 من هم گذاشتم بچه کسی نمیخره خب منم کیمدی بود احمد ترین خرید منم کیمدی بوده که فقط پول رو ریختیم تو چشام دقیقا سوال 14 اوه این سوال یک سوال بسیار جالبیه بسم الله الرحمن الرحیم اگه یک روز نامری بشی چی کار میکنی؟ نامرئی بشم مردم میترسونم شما میدونی من چی کار میکنم؟ چه کنی؟ میرم سراغ اس رو میشناسی؟ نه آر کی نه نمیشناسی هیچ کدومشون سوگن باید بخوری میشناسی بعد حالا میپرسین اس و آر و کی کیه نه پرسین که سوال کیه میپرسید یا نه نه آقا نه پرسین آقا تو کامنت ها نه. اگه بگین تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم اینا کیه میشناسین حالا دیگه کی میخواد کامنت بذاره اسو کیه اگه من یک روز نامری بشم چند نفر رو ببینم فرض کن مثلا اس و آر و کی این ویدیو رو ببینن فکر نکنم بهشون اگه نشون بدم چی اوه زیاد ریختم تو شبش میریزی رو میز بلش رو بابا آخر تمیز میکنی خب یکم بوش کن پارسا ایز دد آقا خیلی اینا زیاده کی میخواد بخوره من و تو خب واسه تو این ویدیو دوتایی موبایل بخوریم سوال بعدی 15 سوال 15 دوست داری چه کسی هم اتاقیت باشه هم اتاقیم واه مهدی دادا سه یا حضرت عباس آقا من رفتم از این ویدیو مطمئنی؟ بله مهدی زاده حسین مهدی دادا سه فرض کن تو جهان میتونی همه رو انتخاب کنی مهدی دادا سه بازم مهدی زاده حسین مهدی دادا سه سیدنی سوینی سیدنی سوینیه گفتم سیدنی سوینی به سبک ایرانی گفتم اوه آجی دارم میبینم از این بوی فلفل اینا فلفلاش از اون ویدیو یه چیز بیشتره ویدیو چشمند خدا وکیلی آره برو. سوال 16 کدوم عادت رو دوست داری بقیه نفهمن عادت آره عادت چه عادتی کدوم عادت چه عادت فلفل نه عادت ندارم هیچ عادتی نداری عادت دارم ولی عادتی ندارم که بقیه نخوام بفهم خب همون عادتی که بقیه دوست داری بفهمن چیه مثلا من
که از عادتام بگم توی جهان خیالی من زندگی میکنم. مثلا میبینی دارم راه میرم فوتبال بازی کنم ولی توپی نیست، خودم حرکت میزنم. قبلش چیزی نزدی؟ صبح بلند میشی چی میزنی؟ برو چه جا صبونه میزنم هر بدم. صبحانه با چی؟ صبونه رو با چی میزنم؟ چیزی تخم مرغ میزنم. بگو تا زنگ بزن تو کم ترک یاد. برو بچه جان بزن من سال بعدی. عادتی که دوست ندارم بقیه بفهمن، من یک عادت بسیار بدی دارم. نه فکر نکنیم چیزای بدی فکر نکن. عادتم اینه که به جفت خیلی علاقه دارم. بس بهتر بگم قرینه. من قرینه دارم. مثلا هر چی رو ببینم مثلا این دوتا قاشق باید در یک راستا با هم باشن. یعنی اینطوری قرینه دارم. قرینه نداری؟ کم کم داری؟ کم کم. سال بعدی. سال 17 اگه مجبور باشی یکی از عکسای گالری تو به هم نشون بدی چیه؟ برو چیه؟ من کل جکس دوستم نشون بدم. یکیشو. آقا بس عکسی که پارسا دوست داره اینجا میاد. بفرمایید. عکسی که من دوست عکسی هم که من دوست دارم اینجا میاد. چیزه عکسم مثلا روی کامینم ذخیره میکنم. یعنی حساب میشه. آره حله من کلی میم دارم تو گوشی. این عکس پارسا این عکس من. خب سال 18 دوست داری با کی بری دیت؟ دیت؟ خب معنی من دهنت سرویس. آقا این تمایلاتش یه چیز دیگه مطمئنی؟ بله. لا چی بچه گوریه ولی زادسته. بعد زادسته داداش این ویدیو رو یه کامنت تو زار مدی. هم مده زادسته نباید این ویدیو رو ببینه هم نه آربی ببینه بچی چی کاره. میاد به خدا فردا دیدی بیاد در خونه اتون میگه پاشو بیا همین الان بریم دیت. خب من با کی دوست دارم دیت؟ سینی سوینی. قشنگ فرق یک آدم گی با یک آدم استریشو میفهمید. سانسور میکنم یا 19 سال 19 اگه یکی رو برای سفر انتخاب کنی کیه؟ سیدنی سوینی. ملی زادسته. آقا ولکن بکش از این مجید بیرون. چه گولیه؟ تو چه گلیه بله فردا روز بعد باشه برو. سال 20 سال آخر سال بعدی نیست سال خوبیه. عالیه. دوست داشتی چه قدرتی داشته باشی؟ تار بزنم. اسپایدرمن. اسپایدر ان میشی تو؟ اسپایدرمن. تو اسپایدر گو هم اصلا اسپایدر ان. تو ان نمیشه. بفرمایید. تموم شد؟ بفرمایید. میدونم. من دوست داشتم آقا تو کامنت پارسا اسپایدرمن. ان. من دو تاشو بپرس. خب من دوست داشتم یه قدرتی داشتم که تو بهم بگی 20 میلیون تومن بده به تو ندم. خب مثلا من یکی سر کوچه ببینم مثلا نداشته باشه بگه 20 میلیون تومن بده بهش بدم. بگه 100 تومن بده بهش بدم. منم ندارم. خب نه تو بخوای هم بد نمیدم. بعد مثلا چرا دوست داشتم مثلا یه قدرتی داشتم همه پول دار باشن، همه وضعشون خوبه، یعنی با این وضع مملکت همین خیلی گرونه. سکوت کن. مثل معلم زبانم گفت چی؟ ریال ایکوالز پشگل. ریال ایکوالز پشگل. ای خدا بگذاریم بریم سراغ فلفل. وایسا چرا؟ فلفل های من از مال تو بیشتره. بله باید مساوی بشه. تو بیشتر ریخت. خب من 2 بار ریختم تو 3 بار. بذار من آبو بیارم. آب سری بیار. خب سلام. خب آبو بیاریم و آب پر یخه، پر تیکای یخ. تیکای رانی بود اینا تیکای یخه. بابا
قبل شیک هم بخوریم. خوب شد مهدی زاد حسین اینجا نبود. بابا داری تو یه رفتار میکنی اوور اکت داری میکنی. من اینو بخورم میمیرم، میسوزم، به شدت میسوزم، همه جا میسوزه، حتی اونجا. تمام شد. تموم شد. یکم دیگه بده. تو خوردی من دارم اینجا میسوزم. باید همش یک جا اینا اینطوری بری بالا. ها بیا بکن که بابا ریدی شرم. ببخشید مدفوع کردی. خرابکاری کردی. تا ویدیوی بعدی بدون رو لبه تو بخور. گذاشته رو لبش اینجوریه. گذاشته رو لبش اینجوریه. بخور همشو. سرش فلفلی. بدمزه بود. حداقل فلفل خوشمزه میآوردی. داره ار میزنه. تا ویدیو بعدی بدرود. خداحافظی کنم. آقا شهرات. خداحافظی کنم. خداحافظی کنم. تا ویدیوی دیگه خداحافظ. آه